بسم الله الرحمن الرحیم. انسان والا روحش از پرتو عشق پروردگار سیراب است. سلام های مملو از عشق و محبت خدمت خانواده های عزیز برنامه صحت و تندرستی از طریق شبکه جهانی آریان افغانستان که با دو همکار عزیزم خلیل جان راغب و خانم شیرین نازنین مرا همراهی میکنن که امروز تاریخ 31 آگوست سال 2015 عیسوی است. با هم و مهمانی خانه های شما عزیزان میاییم. بر بیننده های عزیز و گرامی، از همتان، از تلفن هایتان، از محبت هایتان از طریق فیسبوک، ایمیل، مسیج ها جهان سپاس. و امروز باز هم خوشبخت هستم که خداوند برای من طول عمر و صحت داد که باز هم در این روز دوشنبه و با شما یک جای و سوالای شما جوابگو باشم و مطالب را که با خود دارم در این برنامه به خوانش بگیرم. امروز سوالایی که داشتم، البته سوال ها همیشه زیاد است، یک مقدارش هم با خود می داشته باشم که یکی از خوارای عزیز راجع به خواص اسپرین بایر سوال کرده بودن. یک سوال داشتم راجع به رفتن ابرو یا خارش ابرو و خودم با خود دارم از ریزش و موی رفتگی ها، ریزش موی، تکالیف جلدی و پوست، خشکی پوست و پوست های چرب و همچنان خواص مالته، خواص لیمو شیرین و باز سوالات دیگه است که انشالله اگر تایم یاری کرد همیشه انشالله به خوانش میگیرم. در قسمت اول میخوایم که راجع به موضوع خود امی رفتن موی یا ریزش موی به اصطلاح که زیادتر خانم ها و آقاها یا آقایان به این تکالیف مبتلا می باشن و همیشه شکایت از این دارن که مویایشان بسیار موی خوره داره یا خشکی داره یا فرض میکنم مویشان زیاد میره، از هر کس به هر شکل می باشه. که عموما از گرفتن یا کمبود فقدان ویتامین بی در وجود زیادتر می باشه. البته باز هورمون هاست در وجود یا باز تکالیف داخلی وجود هم می باشه که باعث از این تکالیف مثلا موی و روی و پوست و ناخون و اینا میشه که البته این تکالیف موضوعی است که در خون چی می باشه یا هورمون ها چه قسم کار میکنن، امی انبالانس یا همو بی‌موازنگی بالانس ها باعث از این تکالیف میشه. قراره که از حکیم هایی که در سابق تداوی میکردن و اینا میگفتن که مثلا اگر ما یک 3 پارچه نان سیاهی که کاملا سیاه باشه، مقصدشان از نان سیاه یعنی 100% سبوسدار باشه، اگر این 3 پارچه نان شما در مابین یک مقدار آب جوش شما مندازین و ایره خوب مخلوط میکنین و بعد از او برای مدت 20 دقیقه میمانین و یک 2 دانم زردی تخم مرغ به این حد میکنین و ایره خوب با هم مخلوط میکنین. وقتی که خوب با هم مخلوط شد یعنی مکس شد و بعد از او شما میتونین که البته چون آب جوش می باشه ایره میمونین که یک کمک سرد شوه که خدای ناخواسته سرتان نسوزه. بعد از او ایره در سرتان بسته میکنین، کلش در سرتان میگذارین و یک خوب مساج میتین. بعد از او در سرتان یک کلاه پلاستیکی که بر شاور می باشه که در حمام میپوشین، از او میمونین بر مدت 20 دقیقه. 20 دقیقه بعد وقتی که شما ایره پس میکنین سرتان اول خوب میشورین. بعد از او از شامپوهای استفاده میکنین که کاملا شامپوها طبیعی باشه، یعنی بسیار مواد عطریا و مواد کیمیاوی زیاد در این شامپوها نباشه. کوشش کنین از مواد طبیعی مثل شامپوی نعنا، شامپوی روزمری، شامپوی سیب یا می ترکاری ها و میوه هایی که می باشه از او استفاده کنین، به مراتب بهتر است. بعد از او با شامپو میکنین و همیشه هفته 2 بار باید سرتان با روغن زیتون چرب میکنین و خوب مساج میتین بر چندین دقیقه. بعد از او هفته 2 بار که مساج میتین با روغن زیتون همه شاور بگیرین، همراه آب گرم آب کش کنین. و به خاطر که همیشه از ریزش موی و از رفتن موی به اصطلاح در سیف باشین، یعنی زیادتر به این تکالیف گرفتار نشین، میتونین که ویتامین بی
زیاد بگیرین و ویتامین بی را هم از طریق خود ویتامینش و هم از طریق مواد خوراکی، ترکاری، میوه ها، فایبر، اینا همش ویتامین بی شامل می باشه. از اینا بگیرین. و اگر میبخشین اگر پوست سرتان بسیار خشک باشه و سبوسک داره که به نام دنجرف یاد میشه که یک قسم بسیاری ها سبوسک زیاد پوست خشک میشه که حتی با کالای سیاهی که میپوشن بر روی کالای سیاه هم تقریبا مفته و سر کالا معلوم میشه. و او خاطر است اگر ای باشه شما میتونین که روزمری را که همیشه ما گفتیم که روزمری چه قسم است و شما در هر برنامه ما دیدین، روزمری را با سیج یک جای مخلوط میکنین، میجوشانین و در آب از روغن زیتون مندازین. بعد از او در یک بوتل اسپری همیشه بر پیش از اینکه شاور بگیرین اینا مویتان اسپری میکنین امرای از این اینا و میمانین و بعد از او خوب امرای دستتان مساج میتین تا که امی روغن و زیتون با خود آب روزمری و سیج ای پوست و داخل پوست سر کمک میکنن. و هم دایی وقتی که ایره دارین میتونین از شامپوهای طبیعی تا شامپوی اطفال استفاده کنین و زیادتر ویتامین ای بگیرین. ویتامین ای زیادتر در خوراکه های ترکاری و میوه ها زیاد است، مخصوصا در زردک بسیار زیاد می باشه. ویتامین بی باید زیاد بگیرین کسایی که سبوسک داره و هم از اووکادو و روغن زیتون استفاده کنین برای پوست سرطان. میتونین که پوست سرطان امی خود اووکادو 2-3 دانه که خوب رسیده باشه، به اصطلاح نرم باشه، ایره میتونین که خوب به اصطلاح مثل امی کچولو را که نرم میسازین ایرام امتو میسازین و بعد از او باش روغن زیتون حد میکنین، بعد از او به سرتان میمانین بر چندین تقریبا 20 دقیقه ایره حین کارا میکنین، باز میشوین. ای هم برای خشکی پوست و تکالیف پوست سر و خود موی بسیار زیاد مفید است. یعنی یک دانه اووکادو با روغن زیتون مخلوط میکنین و مدت 20 دقیقه میمانین تا که ای خوب به سرتان برسه. و کوشش کنین که همیشه از وسایل برقی مثلا زیاد که تونی میتن موی بسیار دمج پیدا میکنه یا صدمه میبینه، مثلا امی خود کالی آیرونایی که اتوهای برقی که برای موی استفاده میشه یا موی خشک‌کنه هایی که زیاد استفاده میشه، اینا چی میکنن که پوست سر و موی بسیار خشک میسازه و این بسیار صدمه وارد میکنه بر از اینکه امی خود موی وقتی که موی خورگی ها پیدا میکنه زیادترشان به خاطر امی مواد مواد خوراکه و همچنان امی وسایلی که ما استفاده میکنیم. و اگر ما یک تغذیه صحی در زندگی خود نداشتیم، مواد خوراکه بسیار تاثیر مستقیم سر موی، سر روی، سر پوست، سر ناخون، سر همه چیز تاثیر مستقیم داره. اگر ما همیشه یکی بسیار بیخوابی ها سر تمام ارگان های وجود تاثیر میکنه، غذایی که از نگاه نوتریشن هیچ نوع فایده به وجود نداشته باشه، یعنی ما چیزایی را بخوریم که هیچ به وجود ما فایده نرسانه، از مثلا غذاهای سرخ کده، غذاهای باسی، غذاهای فرض میکنم که 100% امی چربی حیوانی داشته باشه، از درینک بابایی که مثل کوک و جوس ها و گازدار اینا استفاده کنیم، اینا کل از اینا یا اسپایس های بسیار زیاده که از همون اندازه تیر باشه اگر ما زیاد استفاده میکنیم، یا غذاهایی که بسیار دیر مانده می باشه، یا فرض میکنم خواب آرام شو نمی داشته باشیم، اینا اینطور است که کلش موضوع هورمون است در وجود. وقتی که هورمون ها به اصطلاح بالانسشان برهم خورده باشه یا پایین و بالا باشن یا بسیار بلند برن یا بسیار پایین بیارن باشن، از او خاطر است که سر موی روی یا تاثیر میکنه. اینال همیشه خانم ها، دختر خانم ها و یا همیشه از بخار روی خود، از رفتن موی خود، از اینا شکایت دارن و همیشه سوالشان در تلفن ها و مسیج هایشان همیست که چی کنیم که پوست روی ما لکه هایش از بین بره، بخارهایش از بین بره. و حتی بسیاری های از یا در برنامه های خود بسیار سر از یا صحبت کردیم، اما
چون باز همی خواهرای عزیز همیشه یا برادرای عزیز ناراضی هستن از امی تکالیفی که در جلدشان است، همیشه سوالشان همی می باشه. و ما همیشه در برنامه خود گفتیم که مراقبت از روی، از چشم، از ناخون، از همونطور که ارگانهای داخل ما مراقبت کنیم، امی قسم از بیرون هم، مثلا ناخون، مثلا چشم، مثلا دندان یا همه وجود ما ضرورت داره به این که ما چه قسم از اون مراقبت کنیم. تنها ما اکتفا به این نکنیم که ما از کریم ها و یا از فرض میکنم چیزای بسیار قیمتی که نیم برند است مثلا ما استفاده کنیم که ما پوست ما خوب باشه، یا چیزای بسیار زیاد قیمتی که ما فکر کنیم که والله چون قیمت است موی سر ما را حتما دیگه 100% درست میسازه، یا یک موادی که بسیار چون قیمت است ما در ناخونهای خود بزنیم بگویم حتما این تاثیر مستقیم داره. من فکر میکنم که همه چیزه باید از روی طبیعت، چیزی که خداوند به ما در طبیعت داده، از تمام خوراکایش، از تمام میوه هایش، از تمام ویتامین ها، از تمام پروتین ها، از تمام چیزهایی که بفهمیم وجود خدا بشناسیم و ما نقص نرسانه. مثلا اگر ما یک تکلیف داریم میفهمیم که ما چی کارها کردیم که باعث از این تکلیف بر ما شده. خود انسان خوب بادی خدا یا بدن خدا به بسیار خوبی میشناسه. به او خاطر است که از پوست سر، پوست خود موی خورگی، اینا باید ما چه قسم مراقبت کنیم که اگر ما موی خوره داشته باشیم چی کنیم، چی نوع شامپو را، چیزایی که من براتان امیال گفتم هم از این یادداشت کنین و این بسیار براتان زیاد کمک میکنه از اینکه از دواهای زیاد که کلش مواد کیمیایی داره استفاده کنین و فکر کنین که شما با گرفتن از این دواها خوب میشین. این فکر نمی کنم. باید یا از گرفتن بسیار چیزهای قیمتی و کریم ها و اینا که استفاده کنین فکر کنین. اما همیشه در هر برنامه خود من میگم که بهترین لایف زندگی یا لایف یا فرض میکنم زندگی روزمره یک انسان مربوط به خودش است که چی میخوره، چه قسم میخوره، چه قسم میخوابه، چی سپورت ها میکنه، چقدر آب مینوشه، چی کارها و چی فعالیت ها را به صحت خود میکنه. یک انسان خودش هیچ وقت یک دکتر یا یک نیوتریشنیست یا یک کس دیگه شما را زیاد یعنی گفتن نمیتونه که شما باید یک معلم باید سر انسان باشه بگوه ای کار بکو، ای کار نکو، ایجا برو، ایجا نرو. انسان خودش دماغ داره، انسان خودش مغز خود باید به کار پرته، انسان خودش باید خود به کار پرته ببینه که چی به ما خوب است، چی به ما بد است. در دنیا هم خوبی هاست هم بدی هاست، از چی کار بگیره. مثل که در زندگی لایف استایل روزمره ما هم خداوند رای راست به ما نشان داده، هم رای چپ نشان داده. در رای راست بریم چی کارا را میکنیم، در رای چپ بریم چی کارا را میکنیم. عین چیز به زندگی روزمره انسان امی هست که در حصه بدن خود فکر کنه که چی برم فایده داره، چی برم نقص داره. مثلا اگر یک آدمی که مریض است، فشار خون داره، شکر داره، چربی خونش بلند است و گرده هایش هم خوب کار نمیده، اگر بسیار فکر کنه که والا بعضی ها همی کار میکنن، میگه من یک روز آمدیم یک روز میرم از دنیا و به من این بی‌تفاوت است که من چی میخورم چی نمیخورم، مریض شدم. اما نه، خداوند بر ما جان صحت ما را که داده، جان نگاه کردن فرض است. هر عضو وجود ما سر ما حق داره، اما تو که پدر و مادر سر ما حق داره، اما تو که وطن سر ما حق داره، اما تو که اولاد ما سر ما حق داره، اینال بدن هم سر ما حق داره، چشم بر ما حق داره که ما چه قسم از مراقبت کنیم، دندان باید چه قسم مراقبت کنیم، پوست، موی، ناخون، تمام ارگانهای داخل، قلب، جگر، معده، همه از این سر ما حق داره که ما چه قسم از اون نگهداری کنیم. روزی که روزش برسه او رو معلومدار خدا تعیین کرده، وقت پیش از اینکه ما به فکر کنیم یا نکنیم. خداوند تعیین کرده که یک انسان 100 ساله میشه، یکی 50 ساله، یکی 10 ساله، یکی 20 ساله، یکی 1 ساله، یکی هم در وقت تولد میمونه. او موضوعات است که خداوند تعیین میکنه. اما وقتی که خداوند برای انسان عقل سلیم داده، اینال آدم چه قسم اعظمی
دماغ خود کار بگیره که خب ما یک بدن فعلا اینمی چیزها را دارم، برای از که ما به طرف مریضی نرم، چون سن که بلند میره ناخودآگاه وقتی کمی کهولت میه، اما آهسته 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 باز چیزها پیدا میشه. اما بازم ما چه قسم از او جلوگیری کنیم؟ مثلا ما چه قسم از چشمای خود مراقبت کنیم؟ چشم یک عضله بسیار نازک و اساس و ظریف و براق است که ما توسط ازی که خداوند ایره به ما داده که ما دنیا را، زیبایی های دنیا را و اطراف و اکناف دنیا را و ما حول خود دیده بتانیم. پس چشم آینه روح است. اینال به خاطر که ما چشم یا امی قرینه چشم ما دمج نبینه چی کارها کنیم؟ در دوری که امی علما یا امی حکیم هایی که در قدیم الایام در وقتهای بسیار سالهای پیش اینا میدیدن، همیشه امراض از قرینه چشم پیدا میکردن. مثلا اینا به اندازه رسیده بودن که وقتی که به طرف یک شخص نگاه میکردن میدیدن که در چشم ازی کمی سعی میکردن میفهمیدن که ای تکلیف جگر داره، میفهمیدن که ای خشکی خشکی وجودش دیهایدریشن یا خشکی در وجود خود داره، یا مثلا از این تشخیص میدادن که این انسان یک سیستم عصبی از این نرمال نیست، این تکالیف عصبی داره. و این خاطر ای همیشه اینا از طریق تغذیه صحی برای مریضای خود که میدیدن میگفتن، مثلا اگر کسی که میدید که چشمش فرض میکنم جگرش تکلیف داره، تمام خوراکایی که به جگر مربوط بود که میگفت که انار بخو، آلو بخارا بخو، تربوز بخو، کاسنی بخو، مولی سفید بخو، از غذاهای سرخ کرده پرهیز کو، که تکلیف ازی می بود چشم ازی. و یایی که همیشه توصیه میکرد کسایی که فرض میکنم وجودش سردی داشت، همین قسم برش میگفت که چی چیزا را بخو. اگر وجودش خشک بود یعنی دیهایدریت بود، بر ازی میگفت که دمو دوره که چقدر آب بنوشه. ای وقت ایره تشخیص میکردن و خداوند امی چشمم که بر ما داده بر عزیز که ما بفهمیم چشم خدا، که دکتر که میره میبینه، دکتر خودش از اون ادقه چشم وقتی که چی رو مندازه میفهمه در چشم. البته در طب امروزی من فکر نمی کنم که دکترای چشم امروز بگویه که خودت والا چشمت دیدم جگر تکلیف داره یا من نمیفهمم سیستم اعصابت درست نیست یا تغذیه صحی درست نیست. این فکر نمی کنم در این زمان کس بگویه، اما در او وقت میفهمیدن. همیشه کوشش کنین که از نگاه تغذیه صحی خوراک هایی بگیرین، ویتامین هایی بگیرین که امی تقویه چشمتان روز به روز زیاد شوه. برای از که خب یک خسن که بلند میره معلوم دار وقتی که ویتامین سی در وجود کم میشه در چشم آنن کاتاراک پیدا میشه. وقتی که ویتامین سی در وجود کم میشه فوراً مریضی شکر یا دیابت پیدا میشه. وقتی که ویتامین سی در وجود کم میشه امین سیستم یا قوای دفاعی بدن خود به خود پایین میشه. وقتی که ویتامین سی در وجود کم میشه پوست ما خشک میشه و تمام سلول هایی که در دستا و در بدن ما هست خدا آهسته آهسته جمع میکنن و به اصطلاح پیر میسازن. همین قسم که پیشتر از مویه گفتم که حال سر ابروام صحبت میکنم، همه از اینا تاثیرهای مستقیم داره. اینال چشم هم ویتامین سی، ویتامین ای که ویتامین ای گفتم که زیادترش در زردک، در تمام خوراک ها ویتامین های ای موجود است که زیادتر مخزن امو 100% زردک است. چی زردک جوش بتین استیم بخار کنین، البته چی زردک خام بخورین، چی زردک جوسش بکشین. این بسیار ارتباط مستقیم با پوست، با چشم و با موی داره که از این میوه ها و ترکاری ها، مخصوصا ترکاری ها و میوه هایی که رنگ نارنجی و سبز و سرخ دارن که البته امینا اینا 100% انتای اکسیدن است که حتی به سرطان ها این مواد یا می ترکاری های سبز و سرخ و نارنجی و زرد بسیار
رول مستقیم داره. و دیگه چشم خود چه قسم از نور و اشعه آفتاب محافظت کنیم. بر از که همیشه وقتی که ما در بیرون گشت و گذار میکنیم، اشعه ماورای بنفش و امی خود اشعه آفتاب بسیار سر پوست، سر چشم و سر موی روی تاثیر مندازه. اینال به خاطر که ما اگر یک مدت را میخواهیم که در یک فضا قدم بزنیم بگردیم، همیشه از عینک‌های تاریک سیاه استفاده کنیم. بر از که نور امی شبکه قرنیه چشم زود، چون بسیار حساس است، زود صدمه برش وارد میکنه. و از او خاطر است کسایی که حتی کاتاراکت دارن میگن همیشه عینک در آفتاب، عینک تاریک بپوشین. و زیادتر کوشش کنیم که اشخاص امروز بسیار گرفتار هستند با مسائل کامپیوتر، با مسائل های الکترونیکی، مثلا امی تلفن هایی که ما اردقه ششتیم و نوشته میکنیم و تکس میکنیم و در کامپیوتر ششتیم فیلم سعی میکنیم یا در کامپیوتر ششتیم مضمون میپالیم یا در کامپیوتر فرض کو اگر 24 ساعت نباشیم، یک 8-9 ساعتی هم که باشیم، اونمو کفایت میکنه که بس به چشم ما صدمه وارد کنه. از او خاطر است که کوشش کنین که از نور که در کامپیوتر و دیدن تلویزیون های بسیار زیاد و مستقیم در نور نگاه کردن و به فاصله بسیار نزدیک نشستن در نزدیک کامپیوتر و تلویزیون و اینا، این سر چشم تاثیر مستقیم داره و هیچ وقت توسط روشنی چراغ یا توسط به نور افتو مستقیم نگاه نکنین، به خاطر از اینکه این بسیار زود یک صدمه بسیار کلان به چشم میرسانه. و کسایی که فشار خون بلند دارن هم زود تکالیف به چشم پیدا میکنن، چشم خود ضعیف میسازه. و گلوکومای چشم هم است که فشار چشم خود بلند میبره، در قسمت چشم فشارش که بلند میره به نام گلوکوما یاد میشه، که البته سر چشم سر گلوکوما در پروگرام های سابق زیاد تیر کردیم که نمیخوایم باز از سر ایره تکرار کنم. و همیشه کوشش کنین که از ترکاری و میوهایی که 100% آنتی اکسیدن است زیادتر استفاده کنین. خود امی سنک یا جست که ما میگیم که در جست زیادتر در سرمه می باشه، این برای چشم کمبودش باعث کاتاراکت در چشم میشه. یعنی کاتاراکت چشم هم از کمبودی جست و هم از کمبودی ویتامین سی پیدا میشه. و کوشش کنین که چشمتان همیشه حرکت بتین. مثلا یک قلم شما میگیرین، اول به قسمت ازی ایجا دور میگیرین، به طرف ازی نگاه میکنین، بعد ازی طرف چپ، بعد ازی طرف راست، مثل که دکتر براتون وقتی که معاینات چشم میرین چقدر معاینات میکنه. و یک نقطه محور گرد سیاه در یک نقطه در یک ورق می داشته باشین که به این نقطه نگاه میکنین و می قسم حرکات سپورت چشم بسیار ضرور است. و همیشه یک مقدار آب اگر بگیرین و چشمتان، البته آبی که کلین باشه، نه که آبایی که بسیار چی داشته باشه، و چشمایتان باز میگیرین و با او چی میکنین؟ میشورین. و یا خود قطیک ها یا مواد آب هستن که برای شستشوی چشم می باشه. و همیشه چشمتان کوشش کنین که با بادیان که من هفته پیش سرش صحبت کرده بودم، میتونین از بادیان استفاده کنین، بادیان جوش بتین، چایشان بخورین و با آبش چشمتان بشوین. میتونین با آب گل بابونه یا کمامل چشمایتان بشوین که اگر پوندیدگی می داشته باشه یا اگر خستگی می داشته باشه، میتونن به خستگی چشمتان بادرنگ ورق کنین در پشت چشمایتان بانین، به خاطر که مو کوفت یا بیخوابی یا خستگی های چشمتان میکشه. همیشه کوشش کنین که از سرمه زیادتر استفاده کنین، به خاطر که این قلم های چشم کلش یک نوع مواد به نام لید داره که وقتی که او داخل چشم میره برای چشم نقص میکنه. گرچه که همه ما و شما از وسایل آرایش استفاده میکنیم، اما بازم سرمه
بهترین چیز است اگر سرمه که 100% خالص باشه، سرمه است که در او چیز دیگه گت نشده باشه. او بسیار برای چی لازم است. دیگه بر کسایی که کاتاراک چشم دارین، گرچه که مثلا کاتاراک چشم مفصل برنامه داشتیم صحبت کردیم، اما باز هم میخوایم که برای بیننده های عزیزی که تکلیف کاتاراک چشم دارن یک چای برشان میگم که اینا میتونن که یک مقدار روزمری را با یک دانه لیموی تازه، با یک ذره زنجبیل و با نیم قاشق زردچوبه جوش بتن مثل چای واره و در شکمک عسل پرتن ایره بنوشن که ای برای خود کاتاراک چشم بسیار زیاد مفید است و کمک میرسانه. خب حالا میخواستم که سر پوست صورت و چی سوال کرده بودن. یک سوال داشتم راستی راجع به رفتن ابرو و خارش ابرو، گرچه که ای هم سوال تکراری سابق سر ازی گفته بودم که بسیاری وقت بسیاری ها از نگاه ابرو اما قسم که موی میره ابروها میتکه و میره، که به خاطر سلامتی از این میتونین که شما همیشه زردک با زردی تخم مرغ، زردک از ماشین میکشین با زردی تخم مرغ مخلوط میکنین و ایره به شکل ماسک دمی قسمت ها میمونین و همیشه کوشش کنین که نعنای تازه، بادرنگ و تخم البره زیاد در غذاهایتان حد کنین، به خاطر که ای تخم البه که مثلا از او گفتیم که ای به نام شنبلیله در زبان دوستای ایرانی ما و در زبان فارسی به نام تخم البه است. میتونین برگ تازه از او را، میتونین خود از او را هفته 2 بار استفاده کنین، بخورین به شکل چایش، هم به کلسترول، هم به شکر، هم به فشار، هم به تکالیف موی رفتگی ابرو و ناخن مفید است. و هم برای ابرو هم ویتامین بی کامپلکس باید همیشه بگیرین. ماست، سیر و از برنج های نسواری زیاد نوشیجان کنین، یعنی از برنج سفید کمتر استفاده کنین. و میتونین همیشه وقتی که خارش در ابرویتان دارین، امیال از خانم شیرین نازنین تشکر میکنم که تخم البه یا شنبلیله و در زبان ایندی مکتی یاد میکنن که ای بسیار مفید است. ایره از این همیش بگیرین. و ابرویتان هم میتونین به خارش ابرو روغن زیتون با خود امی زردی تخم مرغ مخلوط کنین و مساج بتین. این هم بسیار مفید است و کوشش کنین که از قلم‌های ابرو زیادتر استفاده نکنین، که از امو پودرهای مخصوصی که می باشه زیادتر استفاده کنین، چرا هر قدر قلم به ابرو بکشین ابرو را متکنه یا میریزانه. حالا میخواستم که در راجع سبوسه که سر پیشتر گفتم که سرکه سیب، روزمری و سیج است که با هم جوش میتین و سرتان اسپری میکنین. سوال داشتم راجع به خب این موی خوره و موی خشکی ویاره گفتم. حالا میخواستم سر پوستای خشک. یک خواهر سوال کرده بود که پوستم بسیار خشک است، هر قدر چرب میکنم این خشکی نمیره. من باز هم برای شما عزیزای خود تاکید میکنم که پوست در صورت خشک میشه که آب وجود کم باشه. آب وجود من هر بار میگم که تنها به چای و دیگه مایات اکتفا نکنین. آب جای خود داره، هر قدر آب بنوشین اونم قدر وجودتان سالم از موی رفتن، موی خورگی، تکالیف داخلی و خارجی درست می باشه. شما میتونین که یکی ها آب بسیار خوار عزیز بنوشین و دیگه میتونین که عرق گلابه یعنی روز واتره در یک پنبه پرتین و رویتانه مساج بتین. کسی که پوست خشک دارین، خانم های و دختر خانم ها یا آقایانی که پوست خشک دارین، میتونین چند قطره روز واتر یا عرق گلابه در پنبه پرتین مساج بتین. میتونین گرسرین که طبیعی کامل باشه میتونین چرب کنین و همچنان میتونین که دوغه با بادیان، خود بادیان جوش میتین
با آبش با دوغ مخلوط میکنین، در یک شیرپاکن در یک بوتل مندازین و بعد از او که 30 دقیقه جوشید سرد شد، بعد از او در بوتل مندازین که یخ کرد و در پنبه رویتان مساج میتین. اووکادو هفته 2 بار میتونین که پوستتان با اووکادو مساج بتین. و دیگه چای کمومله میتونین با شیر بجوشنین. مثلا همی خود چای کمومله میتونین هم خودش بنوشین و هم یک مقدار از او را با شیر یک جای مخلوط کنین بجوشنین و با پوستتان که سرد شد با پنبه مساج بتین. برای پوستای چرب، کسایی که پوست چرب دارین، میتونین که از بادرنگ استفاده کنین. بادرنگ آبش میتونین بکشین با پنبه مساج بتین. خودش وقتی که توته میکنین میخورین با رویتان امو خود پوستش یا خودش مساج بتین. و همچنان برنج میتونین که ماسک تیار کنین. ماسک برنج، امی برنج های معین، وقتی که شما یک مقدار آب مندازین که او برنج نرم بسازه و در خودش جذب شوه، نه ای که آبش دور بریزین، به خاطر که آب برنج ویتامین پی داره که در بسیار چیزها کم است ویتامین پی. ایره میتونین که وقتی که جوش خورد برنج نرم شد با آب خود بانین که کمک سرد شوه و ایره مثل ماسکایی که شما از بازار ماسک میخرین در رویتان مثل شکل کریم است میزنین، شما میتونین که امی برنج که طبیعی است در رویتان بانین برای چند دقیقه، برای 10-15 دقیقه، بعد از رویتان بشوین با آب گرم و از کریمایی که میتونین چرب کنین. و میتونین از ماسک سفیدی تخم استفاده کنین. سفیدی تخم میتونین که مخلوط کنین، بعد از او برویتان بانین و از با روغن زیتون البته عد کنین. این ماسکا و یا بسیار زیاد اگر راستی طبیعی که خودتان بسازین، نه ای که از بازارها بخرین یا از کریم های بسیار برند نیم استفاده کنین، اینا اقدر براتان کار نمیته. اما اگر این کارا را کنین انشالله که پوستای بسیار سالم و درست می داشته باشین. دیگه چی داشتم باشین که سوال ها بود و خودم میخواستم که سر یکی میخواستم امی سر بازی مسائلی که در خود وجود ماست، یعنی شگفتگی های در داخل بدن خود بشناسیم که چیزهایی که هست ما باز اوقات فکر میکنیم که امی چیزها اگر باشه یا نباشه برای بدن وجود نداره. مثلا در اون جمله قرار گزارشاتی که در گاردین تحقیقاتی که کردن درباره موضوع امی اپاندیس، من البته سرازی در سابقه هم صحبت در تلویزیونی ایمان گفته بودم که ای از اپاندیس از جمله امو در قسمت آخر روده کلان است که باز ایره فکر میکنن که یک چیز اضافی است، بودن و نبودن ازی و آل انسان هیچ اصلا تاثیر نداره. ایره فکر کنین که خداوند هر قسمه که در وجود ما هر چیز را که است کده ای بدون یک فایده نمی باشه. یعنی ای چیز امی ابرو را به چی خاطر ما را داده؟ به خاطر که عرق باعث جلوگیری میکنه که راسن به چشم ما نبه، ابرو مانع میشه. یا امی پلک چرا داده؟ که صدمه آنی که بر ما میه دفعتاً چشم خود پت میکنیم. مثل از او اقسام و انواعهای شش راست داد، چپ داد، گرده را داد، دیگر گرده را داد، جگر هر ارگان از خود یک وظیفه داره که او را خداوند فهمیده که بر ما ارگان داده. اینال قرار گفته گاردین که تحقیقاتی که در آخر کردن گفتن که اپندیس یک نام بسیار ترسناک داشته و همیش هر کس از نام از یک وهم دارن که میگن اپندیس اگر اپندیس بپنده و چرک بگیره معلومدار خطرناک است، اما اگر این چرک و عفونت نکنه اپندیس امی بسیاری از باکتری های مفیده در داخل امی خود کیسه داخل اپندیکس جمع میشه که ای امو افرازات که در داخل آزمه یا جهاز آزمه است او را بسیار آسان و به صورت
درست میرسانه. اگر در امی قسمت امی کل باکتریایی که مفیده در این قسمت جمع میشن و بعد از این خدا میرسانه به سیستم جهاز هاضمه که جهاز هاضمه انسان درست میسازه. یعنی اگر امین نباشه جهاز هاضمه ضعیف میباشه. ای چی وقت با یک نام بسیار خطرناک ازش یاد میشه یا انسان میترسانه؟ وقتی که در این قسمت از امی اپندکس اگر یک مواد جمع شوه، یا فرض میکنم بسیاری در افغانستان حتی میگفتن که یگان کسی که فرض میکنم خسته آلو بالو را قرط میکرد یا یک خسته دیگه از قرط میشد نمیتونست. بعض اوقات بعض چیزهای هست که دمی جمع میشه و وقتی که دمی جمع شد ای نمیتونه که ای را خونسا بسازه و از بین ببره یا ای را بشکنانه. ای میمانه دوجه. ای وقتی که ای عفونت میکنه. وقتی که عفونت کرد ای انفلمیشن میکنه، میپنده و چرک میگیره. ممکن است در حوال انسان نفهمه. وقتی میفهمه که چرک داخل شوه و خود به خون بزنه، اونموز که ای که کلان خود میکنه تب و لرزه امراضی پیدا میشه. یعنی یک انسان یک لرزش بسیار شدیده که خنک خوردگی که از حتی عرق ریزی، دلبدی و یک درد شدید در قسمت پای، کمر و خود شکم میه. او مرحله بسیار اما آخرش است که اگر خدای ناخواسته به دکتر زود نرسه ای آنن چون جای خورد است ای آنن خدا پاره میکنه و میکفه که زود. و مجردی که وقتی که اشخاصی که میبینن که حالت نرمال در قسمت روده و شکم خود ندارن، درد دارن یا در پایشان میایه یا یک قسمت کمک نازیا دارن یا دلبدی دارن، همیشه در مو قسمت یک کیسه یخه بگذارن در شروع البته. و یک دفعه باید کسی که این تکالیفای خورد و ریزه را داره باید حتما یک اکسری میده، یک اکسری روده باید گرفته شود، مخصوصا از روده، به خاطر از این که بسیاری اوقات انسان اشتباه میکنه. یکی فکر میکنه که والا نفخ و گاز است، یکی فکر میکنه که والا گرده است یا سنگ گرده است، یکی فکر میکنه که یک کمک تکلیف ممکن است که چیز سرش بد خورده باشه، در حالی که ای در اموج مانده و ای وقت زیاد میشه که از کار به اصطلاح به مو جای بسیار زیاد مواد مانده و به انفلمیشن یا به چرک پوندیدگی و چرک تبدیل شده. باز اون وقت است که اگر موام در شروع جلوگیری شوه خوب است و اگر در غیر از او خدای ناخواسته اگر او بکفه باز انسان خطر بسیار جانی و مرگ داره. و به این خاطر همیشه وقتی که عملیات میشه اگر چرک زیاد باشه هیچ وقت دکتر کت کردن نمیتونه، عملیات کردن نمیتونه، به خاطر که اگر چرک داخل باشه اینا کت کنن، چرک داخل آنن به خون سرایت میکنه و انسان هم میکشه. بسیاری اوقات دکترها چی میکنن؟ از کسایی که بسیار شدید پوندیدگی داشته باشه و یک مدت تیر شده باشه اینا چی میکنن که یک مواد یک کیسه علایدگی را اوجه را سراخ میکنن و کیسه را برای یک هفته یا 2 هفته میمانن که همون تمام مواد از او خارج شوه و در پولوش انتیبیوتیک میتن. اما اگر ابتدایی باشه که نو شروعش باشه و یک کمک انفلمیشن ببینن و یک کم چرک ببینن و حضور آنن یک 3 سراخ میکنن و امو را زود میکشن که امو صحیح شوه. ایناله خوراکی که در این مدت لازم است باید مواد کاملا کلیر باشه. اگر سوپ است، اگر جوس باب است، هر چیز باید بسیار برای یک هفته مکمل چیزهای بسیار ملین و چیزهای بسیار آبگین خورده شود و از تمام مواد اسپایسی، از تمام مواد چربی های حیوانی، از تمام مواد مثل خوراکای کیک و کلچه و چپس و این چیزا، مشروبات گازدار، اینا باید نباشه. آب خالص کلیر و پاک باشه.
و زیاد خورده شود، چون موضوعی است که آنتیبیوتیک تا وقتی که باشه با سرگرده ها تاثیر میندازه. از او خاطر آب زیاد، ماهیاتی که مثل آب زردک، مثل آب ناک یا سیب، اینایی که به شکل خود به شکل پورش که بسیار نرم می باشه که در قوطیگک ها هست، مثل که برای اطفال خورد در دوکان ها هست میتن، یا به او شکل یا به شکل آبش، و یایی که تمام ترکاری ها را شما میوه ها را در مابین یک جوسر مندازین، با ماست مخلوط میکنین و از این یک نوشابه تیار میکنین که البته غلیظ نباشه. برای یک مدت یک هفته و بعد از او آستا بخیر ای صحیح میشه. ای بود اما چایی که در بدن انسان مثل اپندیکس بسیار باز چیزهای دیگه است هم در وجود که یعنی خداوند او را چی نیافریده که بدون یک چیز عادی و مفید نباشه. حالا میخواستم که سر خواص گلپی یا کرم، یکی کرم است، برگای کرم است، یکی گلپی است که گلهای سفید داره که از خانواده کرم یا کبج است که برای مثل خانواده از این کرم است، گلپی است، براکولی است و کرم به اقسام و انواعش است و گلپی ها را هم به شکل سفیدش است هم به شکل زرد و اینایش ساختن که کلش زیر یک خانواده نام از این نامه و این برای کاهش امراض سرطانی، مثلا سرطان سینه، سرطان پروستات و مخصوصا سرطان خون بسیار رول مهم بازی میکنه. امی خود گلپی که در نظر ما و شما نمیایه، یا امی خود کبج یا کرم سبز یا کرم سرخ، هر کدام از یا براکولی، هر کدام از یا برای سرطان خون، برای سرطان پروستات، برای سرطان سینه بسیار رول مهم بازی میکنه. و این خانواده های ازی دارای مواد مگنیزیم، منیزیم و پتاسیم و سرشار از پتاسیم و کلسیم می باشه و این فلاف یعنی 100% انتی اکسیدن است که برای وجود بسیار زیاد مفید است و مخصوصا کسایی که همیشه از این تکالیف فشار خون بلند دارین، پتاسیمتان کم است، باید حتما گلپی، گل کرم، براکولی حتما در غذاهای روزمریتان عد کنین. و کسایی که خدای ناخواسته سرطان خون دارین، سرطان خون به 3 نوع است، هر 3 قسم ازی امی خواص کرم و اینا بر ازیا بسیار فایده داره و کلسیم داره. کسایی که پوکی استخوان دارن از این کلسیم استفاده میکنن و علاوه که از شیر و ماست و لبنیات استفاده کنین. کلسیم خود ازی برای آوردن یا پایین آوردن فشار خون ما بسیار مفید است. وقت فشار خون بلند باشه، کلسیم و مگنیزیم و پتاسیم 3 چیز است که برای اشخاصی که فشار خون بلند دارن خوردنش حتمی و ضروری است. البته نظر به هدایت دکتر که پتاسیم چقدر بگیرین، چون در امو چارت خون که وقتی که دکتر میگیره دو همیشه اما مقدار نوشته است که چقدر ویتامین دی دارین در وجودتان، چقدر پتاسیم دارین، چقدر کلسیم دارین. یعنی خود سرانه نمیتونین که شما بگوین که والا کلسیم به وجود ما ضرور است. البته کلسیم ضرور است از سن 30 به بالا، چون به پوکی استخوان و هورمون ها ضرورت داره به کلسیم و فشار خون ضرورت داره به کلسیم. کلسیم ضرور است، اما مقدارش باید معلوم شوه که در چارتی که دکتر براتون معاینات خون داده نوشته میکنه. همیش از دکترتان امی وقتی که امی ورقی که به خونتان میده یک کاپیش همیش پیش خود داشته باشین، ببینین که شما بپرسان کنین که آیا ویتامین دی وجودتان کم است یا زیاد است. فرض میکنم پتاسیم، مگنیزیم، کلسیم، چون تمام املاح معدنی، منرال ها، کلسیم ها
تمام چیز می داخل وجود خون انسان می باشه. از او خاطر و کلسیم هم همیشه در هر برنامه گفتیم، بازم میگم که هیچ وقت کلسیم تابلت قرط نکنین، به خاطر که تا 1-2 هفته او در داخل معده تان میمونه، حل نمیشه. کلسیم به شکل کلسیم مگنیزیم به شکل پودر بگیرین، کلسیم به شکل چاکلیت بگیرین، کلسیم به شکل ملک اوکیش بگیرین. برای از اینکه راسن داخل خون میره، در غیر از او میمانه و شما دلتان خوش میباشه که ما بسیار زیاد کلسیم گرفتیم، اما او هیچ کدام تاثیر نمیکنه. حالا میخواستم که راجع به خواص لیمو شیرین صحبت کنم که لیمو همیشه دیدین یکی لیم سبز است، یکی لیموهای زرد است ترش هستند و یکی لیمو شیرین است که او هم زرد است که ما در افغانستان به نام مته یاد میکردیم. لیمو شیرینه. لیمو شیرین هم خاصیت بسیار زیادی که داره، دارای ویتامین سی. اینا خانواده لیموها و خانواده مالته، اینا از جمله خانواده ها هستند که 100% ویتامین سی دارن. و برای اشخاصی که نفس تنگی دارن، یعنی تکالیف استما و نفس تنگی دارن، همیشه میتونن که از لیمو شیرین نوش جان کنن. کسایی که خدای نخواسته مرض سفلیس دارن، همیال خانم شیرین ناظرین لطف کردن لیمو شیرین به پرده تلویزیون انداخته و شما ببینین که لیمو شیرین و ما خودش به تصویر ببینین و خواصش ما هم براتون میگم که برای مرض سفلیس، برای تکالیف شش، برای زخم ها، برای تبخال، برای زهر نیش حشرات که میخوریتانه، خدای ناخواسته گژدم یا فرض میکنم زنبور یا پشه، آب لیمو شیرین بسیار معجزه میکنه و ضد درد است. هر دردی که داشته باشین اگه لیمو شیرین میخورین برای درد، مخصوصا برای درد سر، برای کمردردی، برای دردهای شکم، ضد کم خونی است و خون نمیخواه که نمیمانه که خون بسیار غلیظ شود در وجود. و آب لیمو شیرین برای خود صفرا بهترین یک خوراک است. چربی های خون پایین میاره، فشار خون نرمال نگاه میکنه. برای کسایی که نمیخواین خدای ناخواسته اطفالشان فلج اطفال شون و به این امراض فلجی گرفتار شون، لیمو شیرین بهترین یک خوراک است. برای سرطان، برای امراض شش و نفس تنگی حتی میتونین که آب پیاز در یک گلاس بریزین و در سر از این لیمو شیرین حد کنین و ایره بخورین، بر نفس تنگیتان کمک میکشن و این کشنده میکروب هاست، یعنی میکروب هایی که داخل وجود میباشه ایره میکشه و عضلات روده و معده را تقویت میکنه و تمام ذریت هایی که در خون یا تاکسیک هایی که از نگاه دواها بسیار خدای ناخواسته در وجود تاکسیک جمع میشه. معلوم دار وقتی که ما افغان ها آنقدر غذاهای غیر صحی میخوریم و دوا زیاد استفاده میکنیم، اما کمترین دوا مردم عادت دارن از اسپرین و فرض میکنم از چی میگنش تایرنول و آیبوپروفین و اینا، مثل برای باز فامیل ها مثل خوردن نقل است، به خاطر که کوچکترین درد را که احساس میکنن ایره میخورن و ای آهسته آهسته در خون تاکسیک ها را پیدا میکنه یا ذریت ها را پیدا میکنه و در قسمت مثانه و یا میمونه و نمیره از بین، باعث باز تکالیف میشه که هم خودش به قدرت خداوند ایره صاف میکنه. آب لیمو بر اشخاصی که بیشتر گفتم کم موی هستین و مویتان میره و مویایتان تکالیف داره، میتونین با آب ازی سرتان آب کش کنین و این بسیار مفید است برای کسایی که زخم معده دارین، چون لیمو شیرین، لیموی ترش بسیاری کسا میگن که اسیدیتی بلند میبره و تکلیف میتیم، اما کسایی که زخم معده دارین، تکالیف معده دارین، لیمو شیرین بهترین یک نوش خوراک است. چیب اما آبش فشار بتین، جوس شب بخورین، البته اگر طبیعی باشه، نه ای که باش بوره و یا حد شده باشه. و سهمیت کسایی که الکل زیاد می نوشن
سهمیت یا زهریت الکل هم از وجودشون پاک میکنه. یا کسایی که بسیار دخانیات مثل نسوار و چلم و من نمیفهمم چیزا میگیرن، بر از اونا هم لیمو شیرین بسیار زیاد مفید است. و اگر از طبیعی از درختایی که باشه یا در دکانهایی که میایه اگر از این به شکل درست ارگانیکش بگیرین و از این نوش جان کنین بسیار زیاد مفید است. البته در هیچ چیز دوستای عزیز، بیننده های نازنین، زیاده روی نکنین، بر از این که من در هر برنامه خود میگم که هر چیز بخورین به اندازه بخورین. کوشش کنین که پیش از اینکه تلفن‌های شما عزیزا را بگیرم، تایمم کم مانده، کوشش کنین همیشه من در هر برنامه خود برای شما عزیزای خود میگم سپورت روز نیم ساعت فراموش نکنین و همیشه کوشش کنین نظر به سنتان سپورت کنین. یک آدم 60-70 ساله نمیتونه که مسابقه دوش بره، یک آدم 60-70 ساله نمیتونه که روز 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت در سر ماشین به سرعت تیز بره، یک آدم 60 ساله و 50 ساله و 70 ساله نمیتونه که وزن برداری کنه. برای این اشخاص جوان مثل 20 ساله و 30 ساله و 35 ساله و یا نظر به تکالیفی که ندارن سپورت ها را میتونن دوش کنن، شناه کنن، مسابقه بتن. اما به سنهای ما مردم هایی که به سنهای بلند میرسیم، به سن 60 و 70 و 75 و 50، ای ممکن است یکی چهره جوان بانه اما بازم از نگاه قلب، از نگاه ششیا ضرور نیست که ما حرکات انجام بدیم. ما باید روز 35 دقیقه یا روز 40 دقیقه یا 30 دقیقه یا 35 دقیقه اگر قدم نرمال بزنیم هفته 4 روز بهترین یک سپورت است بر ما. حتی اگر هوا خراب باشه در داخل خانه خود در دهلیز 500 تا 600 تا 700 تا 1000 قدم بهترین یک سپورت است با تنفس های عمیق. پس سپورت کنیم، نوشابه های گازدار نخوریم، تمام ویتامین ها و یا خود نچرال و طبیعی بگیریم بخوریم که کاملا طبیعی باشه، تنفس های عمیق کنیم، مدیتیشن از جمله کارهایی است که کسایی که استرس دارین، کسایی که فشار خون بلند دارین، کسایی که ناراحتی ها در زندگیتان دارین، برای 5 دقیقه یا برای 10 دقیقه مدیتیشن کردن بهترین یک کار است در زندگی روزمریتان. شما را به یک آرامش میبره. اگر شما در یک جایی که یک فضای آرام، کاملا آرام، همین چوکی که میشینین یک جایی باشه که چوکی آرام باشه، نه چوکی های نارام، و چوکی آرام میشینین، تنفس های عمیق میکنین، چشمایتان میبندین و پیش رویتان یک منظره بسیار زیباره، چی آب است، چی گل است، چی درخت است، چی پرنده است، چی هر چیزی که خوش دارین و پیش روی چشمتان مجسم میکنین. اگر بتونین که یک موزیک بسیار لایت ملایم بانین هنوز خوبتر. برای هر کس یک 15 دقیقه در لایف روز زندگی روزمره خود داره که به یک فضای آرام برای خود بنشینه. این پیش ما هیچ امکان نداره که یک آدم بگوید که والا من هیچ تایم برای زی کارا ندارم. خب یک آدم است که میره کار میکنه در دفتر خود است اما لانچ تایم داره، اما لانچ تایم خود یک نان صحی میگیره برای 15 دقیقه یا 20 دقیقه، حتی لانچ تایم ها به نیم ساعت هم میباشه. میتونه که واک کنه، میتونه که قدم بزنه، میتونه که بشینه در فضای آرام، در فضای آرام چی کنه، تنفس کنه و امو منظره را پشوری خود بیاره و آرامش پیدا کنه. این من به خاطر از این میگم که امی تمام تکلیف های روزمره ما، فشار خون و چربی و استرس هایی که ما داریم در این ممالک خود و در این شب و روز که ما نگاه میکنیم، این کلش پر از آلت هایی است که یک انسان که نورمال هم باشه وجودش برهم میزنه. به این خاطر است 15 دقیقه روزتانه به این کار و غذای خوب بخورین، شب بیخوابی نکشین. خب البته در هفته های آینده صحبت میکنم. یک مورد قربانی رو بر شما عزیزای خود یادآوری میکنم، چون بخیر عید قربان میایه. خداوند قدمش سر همه جهان و مسلمان ها در سرتاسر جهان نیک کنه. آمدنشه که در سپتامبر نمیفهم 20 چندش است، امی قربانی هایتانه و Children of War که مؤسسه The Children of the War که همکار عزیزی که دو همیشه شب و روز
با پیشانی باز کار میکنه ترینجان بیان است که قربانی در شهر کابل گاو، گوسفند، شتر و هر شکل که خواسته باشین به تلفنش تلفن کنین. تلفنایش انشالله کلگی داره، در کل چینل ها اعلانایش تیر میشه و برش زنگ بزنین، امرایش صحبت کنین و از امی آله بگوین که چند گاو است یا گوسفند است یا شریک هستین یا نیستین و این مؤسسه گوشت ها را حتی به سوی است که اگر فیلمایش هم دیده باشین توته میشه، قصاب به مو اندازه ها در خریطه های کیسه های بسیار مقبول بسته میشه و برای هر فامیل و برای هر نفر تقسیمات میشه و کسایی که پیسه رایی میکنن نامشان گرفته میشه و بعد از او ذبح میکنن. از او خاطر است که این مؤسسه منتظر شما عزیزان است. اگر قربانی دارین با مؤسسه The Children of the War یعنی مؤسسه اطفال جنگ زده که در راسش در اینجان بیان است، 510 396 5084 باش صحبت کنین. دیگه از تایم شما عزیزایم من نمیفهمم که خلیل جان گل وقت داریم. اگر وقت باشه ممکن است که 4 دقیقه وقت دارم. اگر عزیزایی که تلفن میکنن و در پشت خط ها ماندن با کمال معذرت بر از که 1 ساعت برای ما برنامه آنقدر زود تیر میشه و هنوزم سوال ها مانده که در 1 ساعت بسیار کم است. بازم شما عزیزایم میتونین که برنامه مرا امی امروز از طریق یوتیوب، از طریق گوگل، از طریق فیسبوک برنامه را مشاهده کنین و باز هم تلفن‌هایتان همیشه ما در خدمتتان هستم. کوشش کنین وقتی که زنگ میزنین. تلویزیون جهانی آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام خوار عزیز، خوب هستین؟ اسم بفرمایین. از روناجان یک سوال داشتم. امرای خودم گپ میزنین، بفرمایین. من خودم امرایتان صحبت میکنم لایف. بله میخواستم بگم قفای پای ما التهاب داره، درد میکنه و سوزش میکنه و زیاد داغ میایه. دکتر ارتوپدی گفته التهاب داره. میخواستم بگم که چی کنم که خوب شوم. میتونین که از پروگرامایتان که هست کست یا کتاب که دارین و چه قسم به دست بیاریم که می کل پروگرامایتان هست. کل من کتاب هنوز ندارم. کتاب ساختن یک کار بسیار مشکل است از نگاه اقتصادی ما. البته سی دی های ما هست، دیویدی های ما از هر دو تلویزیون دارم. اگر خواسته باشین بعد تلویزیون، اداره تلویزیون با خلیل جان صحبت کنین. ما تمام کست های دیویدی های خودم میارم اینجا نزد خلیل جان میمانم، صحبت کنین و دیویدی ها را میتونین به دست بیارین. و اگر چینل قیمتش تقریبا در حدود 27 شوی مکمل 1 ساعته است، در حدود $60 است که او هم پیسهش برای خود تلویزیون من میتم. درست است. میخواستم چی کنم باز میشه که خلیل جان مرا راست کنم جانا باز ما کستا را نمره خلیل جان راغب 510 410 75 50 ما انشالله که دمی شب روز دیویدی ها را برش میرسانم. خواهش میکنم. تلویزیون خوب بیننده های عزیز و نازنین، چون وقت برنامه به پایین رسیده و شما عزیزای خود خواهش میکنم وقتی که به من تلفن میکنین، هر بار من ایره تکرار میکنم، باز هم میگم براتون که وقتی که خود معرفی میکنین سوالتان بگوین. به خاطر بسیاری هایتان هر لحظه از ما خواهش میکنین که من به شما زنگ بزنم. برای من زنگ زدن چرا؟ حالا که من میبینم تمام مسیج های فیسبوک ما از سوال های شما پر است. ایمیل، مسیج، فیسبوک و تلفن ها. ما 1 نفر هستم، بر رسیدن برای من بسیار سخت است. بینندای نازنین، آرزو دارم که هر قدر کوشش کنم که هر قدر شما عزیزای خود از خود ناراض نگاه نکنم که نتانم تلفن کده. ما بسیار آرزو دارم اما تایم برنامه 1 ساعت است، رسیده نمیتونم و با تلفن هایتان نمیتونم که ما صدها تلفن کلش دانه جواب امیال. ما 1 ساعت نان استاپ گپ میزنم، یعنی بدون وقفه گپ میزنم. بر ما یک ذره مشکل است اما باز هم کوشش میکنم تا جایی که قدرتم است. امی گفتم چندین وقت است از افغانستان کل جوانا به ما زنگ میزنن که ما برنامه را چه قسم بگیریم، چه قسم ببینیم. ما
ایت نمیفهمم ما زودتر جواب کی را بتم با کی صحبت کنم. بازم خدای خدا شکر میکنم، الهی شکر، از خدای خود ممنون هستم، مشکور هستم که همه قدر دوستا و عزیزایم در سرتاسر جهان این برنامه را دوست دارن و میخواین ببینن و برشان بسیار مفید واقع شده. ما ایره بسیار از خدای خود مرهون هستم. دیگه بر از که زیاد پرگویی کردیم و تایم قاری صاحب نمیخوایم که بگیرم، برنامه من با آخر رسیده. با امید دیدار شما عزیزان در هفته های آینده، همه شما را در سرتاسر جهان کره خاکی، مخصوصاً مملکت عزیز ما افغانستان، از خداوند میخوایم که خوشی های بی پایان بر از او مردم ستم دیده